سلام بچه، خوش اومدید به پارت دوم از بازی مای گرند توریسمو. خب بریم استارت بزنیم. برای چی پارت دومش؟ خب بچه، پارت اولش ما اومدیم این قسمت اومدیم تموم کردیم. حالا میخوایم این قسمت بعدیش که این قسمت. خب خوش اومد گوی کرد استارت. تایش باید زیر 11 ثانیه. خیلی سخته. خیلی خوب بود، خیلی خوبی رفت. اسکیپ نیش. خب یه ماشین دیگه اومد داد، ماشین شد 4 تا. خب حالا ای تو پورش قدیمیه. خب از زیر 18 هم نمیشه تای تایش. خیلی سخته بچه، خیلی بازیش باحاله. هر کس PS5 داره این بازی خدایی بریزه. پیچش خیلی بده و یکم زودتر ترمز کنن تا بتونن پیچه رو رد کنن. ترمز میپیچیم. یه تلاش بعد خدای خیلی سخته. سرعت بچه راسته حین بازی کردم میخوام بهتون یه چیز بگم. قراره یه پیشنهادی تو ذهنم افتاد که پست کردم و گذاشتم نوشته که قراره هفته 2 تا ویدیو بذاریم. گفتم چرا هفته یه دونه بذاریم، هفته 2 تا بذاریم، بچه هم بیشتر ببینن. زیر 4 ساعت مثلا نمیشه میشد میباختم که دیگه اسمش چی بود، ویدیو بیشتر بذاریم. بعدش بچه ویدیو بیشتر ببینن. قراره پارت اول این ویدیو رو ما دوشنبه بذاریم، یه هفته من ویدیو نذاشتم. خب الان پارت دومش قراره چهارشنبه بیاد. این که پارت دومشو داریم میگیریم. پارت اول این ویدیو روز دوشنبه و قراره پارت بعدی اینم بگیریم. خیلی خوبه. با استارت با ونه بر توییتر اینجا پیچه کنترل کردم ماشین به این بزرگی خیلی سخت. ترمز امان خیلی سخت بود. اینجا زمینش خوبه، رد بازه میگیرم میرم. اما 100 خورده 100 ثانیه. خب نیکس. یه ماشین دیگه هم داد، بعد ما 18 تا ماشین رو بتونیم بگیریم. خب بریم با ماشین بعدی. راستی بچه لایک و ساب ویدیو فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که هر ویدیو گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده.
یکم سریعتر، یه ذره دیگه سریعتر بریم. باز الان میشه. اینجا پیچش خوبه راحت. اینجا داره پیچش بده. یه ترمز داریم. حالا باز بیشتر یه بار دیگه. یه اصلا ترمز نمی کنه، فقط گازو میگیرم که بره. گازو من تا چند نگه میداریم. اما به همین هست. خب خوب بود. بریم مرحله بعدی. A5 گرفتیم. بریم A4 رو رفتیم. حالا میریم A5 تمام شه. مرحله بعدی یعنی 5-6 مرحله بعدی رو میذاریم برای پارت 3. رنو پر بود. هنوز هم هست. دوباره این رنگشو ندیده بودم. یه پیچ سخت. داره 26 ثانیه 400 صدا میزنیم. اینو برسیم باید کارمو در دیوار. وای یس. همین آسونی تموم کردم. خب با همین فینیش. ماشین شیشمی هم به من داد. ماشین خیلی خوبه. بچه تا الان اینم تموم شد. با چه ماشین؟ لامبورگینی قدیمی. تا اینجا اومدیم. از 17% بود فکر کنم رسیم به 36%. اما تا الان این ماشین رو گرفتیم. بعد کل اینجا پر ماشین شه. خب بچه این بارتن به پایان رسید. خدا نگهدارتون.